ادامه اخبار در حدود ناحیه واسه در ساحل دریای یاخسو و سرخاب 3 موضع آسیب پذیر به قید گرفته شده است که در 7 موضع آن اولین درجه باید کارهای ساحل مستحکم کننده انجام داده شود. عین حال در ناحیه با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در موضع شوبیکه و لرخوب در مسافه 5495 متر کارهای تحکیم بخشی ساحل ادامه داشته در قسمت سر پران و موضع یکجاشوی دریای یاخسو و سرخاب در مسافه 448 متر قسمت خراب گشته ساحل از نو برقرار کرده شد. ادامه موضوع در گزارش سید جعفری محمدعلی و خورشید نادرخان. در نویای واسه با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در موضع یکجاشوی مجرای آب دریای یاخسو و سرخاب با گذراندن کارهای زمینی، ساختن آبگردانها و گذاشتن تخته‌سنگ‌های آهن و بتونی قسمت آسیب پذیر ساحل دریا در مسافه 484 متر از نو برقرار کرده شد. در موضع سر پران نیز در مسافه 411 متر قسمت چپ ساحل دریای یاخسو برقرار کرده شده است. برای پیشگیری خوف آفت طبیعی از جمله حالت شستشوی زمین‌های کرم آبی امروز در حدود جماعت دیوت توگرک نویه در دایره تطبیق لایحه مستحکم نمودن اینفراساختار مهم جهت تامین استواری ضد خطرهای طبیعی از جانب فرمایشگر مؤسسه دولتی اداره‌کنی ذخیره‌های آبی وادی فرغانه با جلب 2 تشکیلات ساختمانی و ماشین و مکانیزم‌های لازمه در موضع شوبیکه لرخوبی در مسافه عمومی 5495 متر کارهای ساحل مستحکم کنی ادامه دارد که تا امروز در انشاءات در مسافه 2120 متر قسمت خراب گشته ساحل با نصب تخته‌سنگ‌ها و گذراندن کارهای زمینی برقرار کرده شده است. در این موضع یعنی از شوبیکه تا لرخوبی دوام چند سال اخیر در نتیجه سیل‌های موسمی، بلند شدن سطح آب و تغییر یافتن مجرای دریا قسما زمین‌های کشت زراعت‌های کشاورزی با سبب شستشوی از استفاده در کنار مانده بود. طور مسئولین شعبه حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی نویه ابراز داشتند در این موضع ساحل دریا در قسمت مجرای پیشین برقرار کرده می شود که از این حساب زیاده از 500 هکتار زمین کش آینده به گردش کشاورزی وارد خواهد شد. موافق معلومات مسئولین در حدود نویه واسع مجرای دریای یاخسو 54 کیلومتر و سرخاب 46 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. در این مسافه عمومی عین حال 30 موضع آسیب پذیر به قید گرفته شده است که باید در 7 موضع آن اولین درجه کارهای ساحل مستحکم کنی انجام داده شود. از این شماره روزهای نزدیک در یک موضع آسیب پذیر ساحلی دریای یاخسو کارهای ساحل مستحکم کنی آغاز می‌گردد. در موضع شوبیکه و لرخوبی باشد جمعیت دارای مسئولیتش محدود قدرت و آرزو اقدام گرفتند که تکنیک ضروری سفربر کرده تا مهلت پیش بینی شده از 5495 متر 3375 متر باقی مانده ساحل دریا را از نو پرره برقرار نمایند.